دیگه. صاد و القرآن ز ذکر، صفا از این چشمه وضو بگیر و قرآن برات ذکر میشه. چه چیزی تذکر میشه، چجوری شما به حقیقت خودت و خدا میرسی وقتی از صاد رد بشی. این صاد چیه؟ صفاست، صدقه، صداقته. و الاش با شیل پیله داشتن گفت بازار خود فروشی آن سوی دیگر است. چجوری ما خودمون رو پیدا میکنیم؟ از چشمه صاد صفا رد بشیم. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکه میاره جبهه مقابل رو میگه. جبهه مقابل کیان؟ کفار به قرآن و کفار به ذکر هستن. در چه چیز هستن؟ در عزت و شقاق. عزت یعنی این که حرف خودشو میزنه و گوش نمیکنه. شقاق یعنی که میره اون گوشه یه شق گوسفند چه میگی؟ شق. احسن. کسی که میره یه گوشه، یه دره، یه گوشه مثلا کو چیز میسته و با قوم مخالفت میکنه. خب میگن شق عصای امت شده. خب اینا میگن مشاقه کردن. اگر کسی اینجوری صاد را رد نکنه و متذکر نشه، هی جلوی انبیا یا جلوی مؤمنین یا جلوی حرف حق وانیسه چیکار میکنه؟ شاخشونه میکشه، مشاقه میکنه. یه حدیث بسیار زیبایی در نهج البلاغه هست. من امروز یه کسی بیشتر نمیخونم، ولی خب حیفه که توضیح نمیدادم اینا رو. یه حدیث بسیار زیبایی در نهج البلاغه هست که میگه ما مثلا ایمان چیه؟ چند تا شعبه داره و میشماره. کفر چیه؟ چند تا شعبه داره و میشماره. اینجا من کفرش رو بردون میگم، چون اینجا کفر رو گفت که در عزت و شقاقه. تو نهج البلاغه هست که کفر بر 4 تا پایه هست. خیلی این روایت قشنگه و خیلی این روایت روانشناسی، معرفت النفسی و خیلی مهمه. اینا رو ندید اینا مال کفار به ما ربطی نداره. تو خودتون دقت کنید مشکلات بسیاری از مسائل رفتاری بد اخلاقی ها ریشه در همین چیزی که الان میخونم. میگن کفر 4 تا ریشه داره، 4 تا پایه داره: تعمق، تنازع، زیغ و شقاق. 4 تا پایه چیه؟ تعمق یعنی هی عمیق میشی، هی میخوام ببینیم ریشش چیه. میگم مثلا این مطلب تو یه برو عمل میکنی، نه هی دوره میپرسی، هی دوره مثلا تو احکام، توی مثلا بعضی عبادات هی عمیق میشه، هی فرو میره، تاشم خود در میاره. این ریشه سر از پف در میاره. مثل جریان گاو بنی اسرائیل، این رنگش چطوریه، اندازش چطوریه، چیزش چطوریه. برو عمل بکن دیگه. همه چی اینطوریه. تو رابطه‌های دوستانه، تو رابطه مثلا زناشویی، تو همه عمیق میشه، خرابش میکنی دیگه. گفت هر باغچه‌ای هم بگردی که پر از گل باشه، در حالی کرمی تو باغچه پیدا می‌کنی. اگه قرار بشه مثلا ایراد بگیری به طرف رفتارش و تو این چیزا، همین کفر یعنی کفر به مثلا رابطه مثلا نکردن یا الله اعلم فهم میشه. پس تعمق یکی از ریشه‌های کفر، خیلی مطلب مهمیه. یکیش تنازعه، نزاع کردن، اختلاف کردن، کفر میاره. انسان بعد تا میتونه چیکار بکنه؟ تو حرف زدن، تو برخورداش خوب حرف بزنه. قالوا سلاما. یکی از چیزایی که منهیه تو حوزه دینی، حتی بحثای کلامی، میخوای از دین دفاع کنی، از امیرالمومنین دفاع کنی، بحثای شیعه و سنی رو باید بریم کفر میاره. بدترین رو باید بریم شرار هر قومی کسی که این بحثا رو ادامه بحثای کلامی بکنه. واقعا متاسفانه تو ماورا زیاد شده. اتفاقا هر شهری هم بیشتر اینا رو گوش میکنه، بیشتر کافر شدن. تو ایران بیشتر از همه کجا این بحثا رو دنبال میکنن؟ اهواز. من که ماهواره میبینند و بیشتر ماهوارهای کلامی میبینن، یعنی بحثای شیعه و سنی میبینن، چون عربند و اینها اینا رو دنبال بیشتر از همه سنی شدن. 30 سال 15 سال پیش یه دونه سنی تو اهواز نبود. الان یکشون گفت که طلباشون میگه خیلی جای وحشتناکی گفت 30,000 سنی داره. شهری که 10 سال 15 سال پیش یه دونه سنی توشون نبود. منظور این که نزاع تنازع کردن، هی این سوتور میکنه، هی این داره چیز میگه، دفاع هم بخواد بکنه و اینا فلانی اول اینطوریه، دوم اینطوریه، اینجوری آهی اونا میان از اون سوتور میکنن و تنازع باعث کفر. حتی تنازع بین مؤمنین، بین خانواده، اون مثلا دوستایی که با هم تنازع دارن، اون نمازشون دیگه اون روز نماز نیست. اون رابطه‌ای که تو خانواده هی چی خراب میشه، خوب دیگه حضور قلب پیدا نمی‌کنه، دیگه حال دعا پیدا نمی‌کنه، رو به طرف کفر میره. منظور کفر مراتب داره دیگه، ریشه کفر همینه. با هر چه زودتر نزاع رو ببندی. پس ریشه کفر یا تعمق هی عمیق بشه، چی میشه، چی گفته، راست گفته، ریشش چیه، این فرو بری. چه در امور دینی، چه در امور رفتاری، ظاهرش ببین، عمل کن، برو دیگه. پیغمبرم ظاهر میدید عمل می‌کرد و حتی قضاوتاش، حتی میگفتم خیلی جالب، میگفتم پشت سر مردم نیا و من حرف بزنم. من دوست دارم با سینه‌ای صاف با مردم برخورد کنم. تو میای میگی فلان این حرف زده، اون بعد من میبینمش دلم چرکی میشه. و اصحابش میگن نه یا پشت سر هم حرف بزنی. خیلی جالبه. سینه انسان صاف بشه همین کفر میاره. اگه هی بشینی پشت سر اون حرف بزنی یا بشنوی، این رو به کفر میره. ناخواسته بود. حتما کفر این نیست که چیز کنی یا حرفای خلافی بزنی یا پشت سر هم حرف بزنی، پشت سر هم حرف بشنوی، رو به بی ایمانی یا کفر میره. تنازع و یکی هم زایق به معنای مایل شدنه. دیگه آروم آروم دیگه میل قلبش از اون میشه و شقاق دیگه از هم میره اون طرف، دیگه از مؤمنین دیگه فاصله میگیره. همین که اون طرفی شو، یعنی جلوی بقیه دیگه موضع گرفت، دیگه اینا چیز کفرش تمام میشه. خیلی خطرناکه. خیلی روایت قشنگه. من یه گوشه‌های اخلاقی خانوادگیشو تطبیق کردم.
ولی انصافا از اون روایت جایی که داره گرد خاک میخوره و شما باید از تو گرد خاک خودم درش بیاریم. برای الذین کفروا فی عزت و شقاق، اینجا شقاقش رو امیرالمومنین و عزت رو برای کفر آورده. کم اهلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، چه بسیار قبل از اینها از قرون مختلف ما هلاک کردیم. قبلی ها چون استاد زیاد داشتن، پیغمبر زیاد داشتن و ناسپاسی هم داشتن، یه مقداری حالت چیزی هم قارونی و قابلی